و صدق بالحسنا. اسلام دین تمنیات نیست، آرزوها و خیالات. اسلام دین عزم و نیتها نیست که تنها نیت بکنی لیکن در میدان عمل هیچ عمل نباشه. و تصدیق کنی حسنا را، جنت، وعده الله را و کلمه را. کدام کلمه ای را که تو خوانده ای، کدام کلمه ای را که تو خوانده ای تصدیق کنی که مقتضای کلمه امی است که من به نقشه پیغمبر روان شوم، عملم خالص برای الله متعال باشه. تصدیق کردی جنت که من بسیار مشتاق جنت هستم و در رمضان مبارک دروازه های جنت باز می باشد و 11 ماه جنت خود آراسته میکنه، زیبا میکنه برای امیما. دروازه خاصی رمضان مبارک است به نام ریان، از او صائمون داخل میشه. خدا آماده کردی برای داخل شدن همچون دروازه در جنت. و صدق بالحسنا، کلمات الله را، وعده های الله را تصدیق کردیم که الله درست فرموده. و اما من بخل، نتیجه چی است؟ بعد از 3 عمل اگر اعطا کردی، تقوا را اختیار کردی، واقعا تصدیق کردی، از راستی و صداقت کار گرفتی، روزدار راستی روزدار، افطار صائم راستی افطار صائم، قایم به عبادت الله راستی قایم به عبادت الله، واقعیت داشت. بلی به عاجزی در تن ایستاد شدی، آیات جنت و دوزخ آمد، شوق دلت بالا شد به جنت. لیکن در ذهنت آمد که الله ای اعمال من خو انجام ندادم به جز از لطف و کرم تو. اگر سرم شو بعد جنت برم، اگر آیات عذاب و جهنم آمد در ذهن ما گشت که یا الله اولین مستحقی جهنم خو هستم، در عمر خود اسباب جهنم خو مکن پیش کرده رو ایستم، یا الله اگر تو نجات ندی من هلاک هستم. گریانم نمیاد، به صداقت مدن آیات تعقیب کردم، ختمت واقعا فهمیدم لذتش، احساس کردم که من امروز و در این ما واقعا در بین مجموعه مخلصین و روزدارا و قیام کردنهای تراویح قرار دارم. ما حول تدیدی از شخصی که دمسایگیت استاد است درس گرفتی که او فقه میزد گریان میکرد، و کمال عاجزی استاد بود. یا لوبالی زندگی است، بیا مسجد اوار بیف به کسالت، بسیار خسته و زله، ولی رمضان امسال بسیار در روزهای دراز آمده. پیشتر دوستی ما از ناروی زنگ زده بود، ساعت 2:11 سحری میکنه، 11:30 بجه افطار میکنه، در مملکت کفری قرار داره ولی ما روزه را میگیره. خب ما تو چی میکنیم؟ ما تو به شنیدن تلاوت کلام الله بسیار سست هستیم، بسیار سست هستیم. مساجد ببینیم، توصیه مبامی اهل مساجد است که ای مسلمانا فریبی ملاها را نخوری، این فکر نداشته باشه که نعوذ بالله الله هم مثل مخلوق است. نعوذ بالله اگر در کسی کار میکنم مزدورکار هستم یا برای دولت و فابریکه و شرکت کار میکنم، تا وقتی که او موجود نیست قرار میشینم در جایم، ولی وقتی که از اونجا نمایان شوم مترکش میخیزم پیل اون طرف میزنم اون طرف میزنم و نمود میشه که بلی آدم خیلی کارگر است. تو بندگی الله را میکنی، از الله پنهان نیستی. اون مخلوق است که تو را نمیبینه. با کلام الله استهزا نکو، با نماز الله ریشخند نکو. اهل مسجد و ریش سفید و ملا ما بعد تسیب بکو که قاری در رکوع می روه، بعد از او گروپ مردم از جاهای وضو از پرندای مسجد دویدن شروع میکنه، گربست کرده در رکوع قطعی امام خدا یک جا میکنه. و بدبخت و بفکر تو الله را نشناخته ای، مخلوق دنیاست که تو فریب میدی. تا که ما چقدر خدا آماده کردیم. اگر ما این نکات عملی کردیم، الله چی میگه؟ فسنیسره للیسرا، زود است که ما آسان بسازم این مردکه را آماده بسازم، قوتهای از یاره
از این شخص برابر میکنم لیلیسرا به امور آسان دین برش آسان میشه، نماز خواندن آسان میشه، روزه گرفتن آسان میشه، دادن طعام آسان میشه، کمک کردن با مردم آسان میشه، خود نگاه کردن از آزار اذیت مردم آسان میشه، از غیبت جلوگیری کردن آسان میشه، از دروغ جلوگیری کردن آسان میشه، از خیانت جلوگیری کردن آسان میشه.